سلام تماشابینان گرامی، در پایان هفته کاری از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ برنامه خبری را تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم. طی 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. نخست نگاه میاندازیم به سرخط موضوعهای امروز جمعه 12 اکتبر. سوختار در طرفخانه ترکی مرکز شهر دوشنبه به ساکنان بینای بلند آشیانه زیان کلانی مالی رساند. مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند بانک پول دارد، اما یک بار سرازیر شدن مشتریان به اداره آن باعث تأخیر در پرداخت پول می شود. بانکمات رو با این پر میکند، این سبب اساسش در یک وقت جمع شدن مردم است. در یک نشست بین المللی سفیر اوکراین پیشنهاد کرد که در بین اوکراین و تاجیکستان رفت آمد مستقیم هوایی تشکیل شود. نیمه اول امروز یکی از طرفخانه‌های سرمشتری در شهر دوشنبه آتش گرفت. این طرفخانه ترکی چیتور اوستا است که در آشیانه‌های اول بینای نوساخت در کوچه میرزا تورسونزاده شفت تئاتر اپرا و بالت جایگیر است. چرا آتش زود علنگه گرفت و ساکنان در مورد چاره‌های ضد سوختار در این بنا چی میگویند؟ کیومرسی عطا ادامه می‌دهد. در مرکز شهر دوشنبه بینای بلند آشیانه‌ای که در آنجا طرفخانه ترکی چتر اوستا نیز جایگیر است آتش گرفت. حادثه نیمه روز 12 اکتبر رخ داد. به گفته مسئولان بنا زیان بیشتر به طرفخانه رسید. Я успела к тому, что второй этаж загорелся. من وقتی رسیدم که طبقه دویم آتش گرفته بود. به فکرم طرفخانه علنگه گرفت. 3 منزل زیست طبقه دویم به طرفخانه چیتر اوستا منسوب است. من شاهد آن شدم که در چند ثانیه آتش تا طبقه 12 رسید. همه پاره‌های سوخته که می‌بینید در چند ثانیه علنگه گرفتند. Все начало гореть, падать, плавиться, вот вся вот этот весь мусор буквально за доли секунды. Мы просто خدمات سوختار نشانی که در فرصت کوتاه به جای حادثه 3 ماشین ضد سوختار را فرستاده است میگوید در 5 دقیقه توانستند آتش را خاموش کنند. در همین حال مسئولان و ساکنان بنا میگویند بارها به ساختمانچیان این بنا اشاره کردند که نظام آتش نشانی و بخطری ضد آتش به ترمیم نیاز دارد. сюда вот этот гидрант или как он там называется, он сюда просто не войдет. ببینید گیدرانتی آب به اینجا نمی‌دراید. ما بارها گفتیم ولی کسی ما را گوش نمی‌کند. باید این گیدرانت ها شکسته و جای برای پیوست با شلنگ آب ساخته شود. این یک. ثانیاً ما درباره روپوشی بنا زیاد حرف زدیم. این به اصطلاح پیناپلاست است. به فکرم در سراسر دنیا استفاده این گونه مواد را منع کردند. ما شکایت کردیم که این روپوش را عوض کنند. حداقل تا طبقه‌های بالای زیرو اینجا طرفخانه قرار دارد. طبیعتاً اینجا هر لحظه امکان علنگه گرفتن سوختار امکان دارد. آنها این مواد را رنگ کردند و رفتند. Ну, естественно, в любой момент это может случиться. Но нам просто покрасили и все на этом. خبرنگار رادیوی آزادی از جای حادثه با تکیه به معلومات مقامات انتظامی میگوید هیچ کسی در این حادثه آسیب ندید. سوختار نشان ها میگویند که طبق ارزیابی مقدماتی در پی سوختار در آشخانه واقع در آشیانه یکم بینای بسیار طبقه علنگه آتش توسط دودبرا تا به بام این بنا بلند شد. برخی ساکنان بینای استقامتی به رادیوی آزادی گفتند در داخل چند خانه‌ای که در بالای طرفخانه جایگیرند یخدان و کندیسنرها از کار برآمد. خلادلنیکوشون و چوشون و همش کافی غلطی صحبت. کانسانیروشون و همه کافی درگیر کافی غلطی بتره. خوگزا کافی غلطی بتره. ایامی تا تو همو دوزده میتازه. فعلا رسما سبب سوختار مشخص نشده است. تنها تخمین میکنند که شاید هواکشی آشخانه از کار برآمد و باعث به سوختار شد. روز 12 اکتبر شماری از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که آنها از بانکومت‌ها 200 سومانی که بانک وعده داده است گرفته نمیتوانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانی مبلغ آنها را بازپس بدهد. چرا نوبت‌پایی ساکنان در پس در بانک برای گرفتن مبلغ خود کم نمی شود؟ همکارانم افسانه کابرشویوا و شادمانی یتیم گزارش می‌دهند. محدودیت در گرفتن پول پسنداز اعتراض مشتریان تاجیک صادرات بانک را به میان آورده است. صبح 12 اکتبر
ده‌ها مشتری این بانک پس در بینای مرکزی نوبت پاییدند تا 200 سومانی گیرند. ای خونه برو آوردم که در بانک مانم که سوم ندزدن همسایه را سوم شدزدن آوردم ماندم انا 6 تا هایدمش دویده خیلی نمیشه واقعا. تاجیک صادرات بانک 3 سال پیش به مشکل مالی دچار شد و نتوانست سر وقت مبلغ مشتریانش را دهد. حالا هر مشتری در 2 روز 200 سومانی میتواند گیرد. مشتری ها میگویند بخش های ناحیوی بانک کار نمیکند، آنها مجبورند به پایتخت آیند. 3 شب اوچیرات میگیرم برای یک 200 سومون. 200 سومون با همون همین اچم قشیده نمیتونم. ما 30 سری سال میدویم برای 30,000 دلار. 30 سال میدویم همتری احوال. ای نوحیه فرخور خستم اومدم کوارتیرا سیما دارم. احوالم احوالی سر. اسپیت کنم که سومی کوارتیرا ما بتونم گلاکورا بخونم. مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند در یک وقت آمدن مشتری ها سبب تجمع و نوبت پایی طولانی می شود. حدود 150,000 سومانی پول نقد برای یک روز برای دادن مردم لازم است که بانک مثلا اینو دارد. فقط وقتی بانکمات رو با این پر میکند این سبب اساسش در یک وقت جمع شدن مردم است. وگرنه مثلا این طور شده باشد که مردم نتوانند پول خودشون رو بگیرند موافق همون رژه موافق معیارهایی که معین شده است، این خیلی حالت وجود ندارد. نوبت پایی طولانی و همین طور ناراضیت مشتری های بانک در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش حکومت تاجیکستان شرط گذاشته است تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلام کند. کاری که این جانب با در نظر داشت مشتری های زیاد این بانک ها راضی نشدند. ایالات متحده آمریکا در دایره یک طرح ویژه برای خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان بیش از 140,000 عدد کتاب تقدیم می‌کند. این کتاب‌ها اکثراً بدیعی هستند و هدف از این اقدام جلب خوانندگان به خوانش کتاب‌های بدیعی گفته می‌شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان امروز در یک مراسم قسمتی از این کتاب‌ها را به خوانندگان مکتب رقمی 1 ناحیه حصار تقدیم کرد. همکارم برات یوسفی نیز در این مراسم حضور داشت و این گزارش را تهیه کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در دایره یک برنامه آژانسی ایالات متحده آمریکا عاید به رشد بین المللی تقدیم کتاب‌های بدیعی برای صنف‌های ابتدایی مکتب‌های تاجیکستان را شروع کرد. کوین کوئرت، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در مراسم آغاز مرحله دوم تقدیم کتاب‌ها در مکتب تحصیلات عمومی شماره 1 ناحیه حصار گفت سال جاری همچنین به خوانندگان بهترین بیشتر از 7200 کتاب بدیعی تقدیم شده است. امروز ما در مراسم حضور داریم که آژانسی آمریکا عاید به رشد بین المللی اقدام پیش گرفته است که به مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان خصوصا خوانندگان صنف‌های ابتدایی زیاده از 140,000 عدد کتاب‌های بدیعی را تقدیم نماید. در مراسم تقدیم کتاب‌ها که با حضور صدها خوانندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی شماره 1 شهر حصار و آموزگاران و رهبران مکتب‌های مختلف نواحی برگزار شد، هدف از این اقدام رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیعی از سال‌های نخستین تحصیل در مکتب‌ها عنوان شد. کتاب‌های بدیعی مذکور به خوانندگان صنف‌های ابتدایی 1000 مؤسسه تعلیمی تاجیکستان تقدیم خواهد شد. مرحله یکم چاپ کتاب‌های بدیعی از طرف لایحه به انجام رسید در موافقت با وزارت معاون و علم جمهوری تاجیکستان. نامگوی کتاب‌هایی که باید تقسیم شوند تصدیق شدگی بود و از طرف شورای ملی تحصیلات و 40 نامگوی کتاب‌ها امروز از چاپ برآمدند که 21 تا آن به زبان تاجیکی و 19 تا آن به زبان روسی میباشد. همچنین هدف دیگری برنامه تقویت تجربه آموزگاران صنف‌های ابتدایی و کتابداران نامبر می شود. طرح همراه بخوانیم از 2 سال به این سو روی دست گرفته شده است. بر اساس ترکیبات دیگری این طرح باید در 75% مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان آموزگاران، کتابداران و رهبران مؤسسه‌ها کورس‌های تکمیل اختصاص در بخش خوانش را گذرند. سفیر اوکراین در تاجیکستان ویکتور نیکیتیوک در یک انجمن صاحبکاران در ولایت سوخت با زبان تاجیکی سخنرانی کرد. نیکیتیوک از گسترش همکاری‌های دو کشور گفت و خواستار دوباره برقرار شدن پروازهای مستقیم هواپیما میان دوشنبه و کیف شد.
خط سیر مستقیم میان دوشنبه و کیف بارها راهاندازی شده به دلیل از جهت اقتصادی سودآور نبودن قطع شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانمان معصومی محمد رجب و شادمانی یتیم. سفیر اوکراین در تاجیکستان 10 اکتبر در نشست اقتصادی در خوجند خواست پرواز هواپیماها بین دوشنبه و کیف برقرار شود. ویکتور نیکیتیوک میگوید همکاری‌های اقتصادی و تجارتی کشورش با تاجیکستان سالهای اخیر گسترش یافته است و به پروازهای مستقیم نیاز است. رابطه‌های مستحکم صاحبکارانه کشورهای ما اهمیت مهم دارند. وابسته به این می‌خواستم اهمیت برقرار کردن خط سیر مستقیم میان تاجیکستان و اوکراین را قید نمایم. با تاکید ویکتور نیکیتیوک، اوکراین و تاجیکستان برای رشد همکاری‌های اقتصادی امکان و ظرفیت‌های بزرگی دارند که هنوز به قدر کافی استفاده نشده است. نیروگاه نورک شکر خدا چند ده سال باز با تجهیزات اوکراینی کار میکند. البته ما را تجدید میکنیم. نمیتواند با یک تکنیک مدتی طولانی کار کند. برای من افتخار است که در چنین انشاءات استراتژی متخصصان ما هم کار میکنند. الکی تجهیزات نو را نصب کردند. همکاری های ما در سمت هیدروانرژتیک بسیار خوب است. سال 2017 گردش سودا بین این کشورها به 35 میلیون دلار رسیده است که از سالهای قبل زیاد است. ماه نوامبر سال جاری نخستین چرخه روغن که در اوکراین ساختند به کار آغاز می‌کند. لاتوکوب 2 نفر فوتبالیستان روس را پشت پنجره بود. 4 روز قبل پاول مامایف و الکساندر کاکورین فوتبالبازان دسته کراسنودار و زنیت در 2 حادثه جداگانه در شهر مسکو راننده تلویزیون شبکه اول روسیه و یک مسئول بلندپایه وزارت صنعت و سودا را لاتوکوب کردند. موضوع را اسکندر خواجه میرزاده ادامه می‌دهد. دادگاه مسکو بازداشت 2 فوتبالباز لیگ عالی روسیه را برای 2 ماه تمدید کرد. الکساندر کاکورین و پاول مامایف با حمله‌های خشونتبار متهم می‌شوند. این 2 نفر تا 8 دکبر در بازداشت خواهند بود. روز چهارشنبه پلیس مسکو در رابطه با حمله‌های فوتبالبازان پرونده جنایی باز کرد. نشر نوار از دوربین‌های کوچکی مسکو که در آن فوتبالباز دسته زنیت سنت پترزبورگ کاکورین، فوتبالباز دسته کراسنودار مامایف و همراهانش نفر را لاتوکوب می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی پهن شده باعث واکنش‌های غضبناک گردید. بعداً معلوم شد که این گروه در یک آشخانه مسکو 2 شخص دیگر را هم لاتوکوب کرده است. ایگور بوشمانوف وکیل مدافع مامایف میگوید زد و خورد با تشبس یکی از قربانی ها سر زده بود و حالا مامایف میخواهد با او روبرو ملاقات کرده از وی معذرت خواهد. نه من و نه پاول مامایف تا حال امکان نداشتیم که با جانب مقابل گفتگو کنیم. امروز میبایست ملاقات روبرو دایر گردد ولی با گناه ما این واخوری به تاخیر گذاشته شد. ما میخواستیم در این ملاقات از جبردیده معذرت خواسته مسئولیت این حادثه را برداشت گیریم. هرچند این حادثه طبق اسناد پرونده با عیب خود جانب دعوا سر زده بود. کاکورین 48 دفعه زیر پرچم منتخب فوتبال روسیه هنرنمایی کرده است ولی سال روان اثنای جام جهانی فوتبال زخمی بود و نتوانست در این مسابقه شرکت ورزد. مامایف باشد 15 دفعه در قوازمایی‌های منتخب فوتبال روسیه شرکت کرده است. از احتمال دور نیست که دسته‌های زنیت و کراسنودار بر ضد کاکورین و مامایف اقدام‌های مأموری روی دست گیرند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام می‌دهیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه www.azadi.org، صحیفه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی نوگانی‌های تاجیکستان و جهان را به شما می‌رسانیم. تشکر که ما را همراهی می‌کنید. برای کار و خدا نگهداری هر یکی شما باد. Liberty.